بیننده عزیز درود میگویم با شما. ما علی ایجاد برنامه اینیکاس این نوبت آمدیم با ناحیه زیبا منظر فیض‌آباد. البته تا جای اطلاع داریم از این منطقه شخصیت های بزرگ در ساحه صنعت و فرهنگ و همزمان ورزش به وای رسیدند و به خاطر قدرشناسی سابقه‌داران و استادان ورزش پیوسته در ناحیه فیض‌آباد مسابقه های مختلف برگزار می‌گردند. این نوبت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد تصمیم گرفتند که به خاطر خدمت های بسیار بزرگ اساسگذار تکواندو ویته در تاجیکستان شادی سعیدов یک مسابقه جمهوری را برگزار کنند و دسته ها را از سراسر کشور دعوت نمایند و ما امروز آمدیم تا جریان این مسابقه را برای شما انعکاس کنیم که در کدام سطح و صفت برگزار می‌گردد. البته معلوم است که تکواندو ویته شامل بازی‌های المپی است. مخصوصا برگزار کردن چنین مسابقه ها می‌تواند بر رشد این رشته ورزش زمینه مستحکم گذارد. مراسم افتتاح مسابقه جمهوری اوید با تکواندو ویته بین نورسان و جوانان در تالار نو زمانوی مکتب ورزشی ناحیه برگزار شده. در آن رئیس ناحیه فیض‌آباد، نمایندگان فدراسیون تکواندو ویته تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی شرکت داشتند. ضمن سخنرانی رئیس ناحیه فیض‌آباد ابراز داشت که در سمت ورزش در منطقه توجه ضروری روانه گردیده. جهت رشد و نموی رشته‌های مختلف ورزش برنامه‌های مشخص روی دست گرفته می‌شود. چاره‌بینی امروزه گواه از آن است که زحمت‌های استادان و سابقه‌داران و نفرانی که در سمت ورزش خدمت‌های شایسته نمودند از مد نظر دور نبوده. توسط گذراندن مسابقه‌ها خاطرات آنها باز داشته شده، خدمت‌هایشان قدر می‌شود. شادی سعیدов زاده ناحیه فیض‌آباد بوده. هنوز از سال‌های 80 تکواندو ویته را به تاجیکستان آورده میان مردم آن را پهن نمود و سال 1992 با تأسیس فدراسیون اساس گذاشته. همچون اولین راهبر فدراسیون تکواندو ویته تاجیکستان شناخته می شود که امروز مکتب بزرگ او را شاگردان و پیروانش ادامه داده این نمود المپی ورزش را در تاجیکستان رشد می‌دهند. البته قدرشناسی کردن خدمت‌های چنین شخصیت‌ها می‌تواند در نهاد نسل نورس یک امید و باوری را به سوی آینده درخشان بیشتر سازد و آنها را وادار کند که گذشتگان خود را بشناسند. در مسابقه جمهوری بیشتر از 200 ورزشکار در سن و سال نورسان و جوانان از ولایت‌های سوخت و بدخشان، ختلان و شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز شرکت نمودند که در ادامه آگاهی پیدا می‌کند که چگونه نورسان و جوانان هنر و مهارت خود را نشان داده برای کسب زینه‌های افتخاری تلاش نمودند. البته در این میان مربیان صاحب تجربه فکر و نظر خود را درباره مسابقه بیان داشتند. ما باید تاریخ گذشته خود را دانیم. سالهای 90 همین مردک ولایت سوخت رفته، ولایت لیلناباد اون وقت رفته همین تکواندوی در همون ولایت یک اساس گذارنده، یک ریشه درختی تکواندو را شنونده اند. در یک تا دو تا ناحیه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نیز با این نمودی ورزش میل خود را پیدا کردند. اکنون برای بلند برداشتن ما هم مربیان، ما هم ماموریت فدراسیون همین ورزشکاران رو و مربیان داوران رو به همینجا سفربر کرده ایستادند که برای چی؟ با یک مقصدی بلند برداشتن سطحی نمودی ورزش در ولایت سوخت می باشد. ما 12 نفر ورزشکار گرامدیم. حالا اکنون بهاتی وای میگن که آخر معلوم میشن. ما باوری داریم که جای نمایان را ورزشکاران ولایت سوخت میگیرند. مطابق با قاعده‌های فدراسیون جهانی تکواندو ویته رقابت‌ها از روی وزن‌های معین شده جریان گرفته. هر اشتراکچی تلاش می‌کرد که از خود مهارت بلند نشان داده برای خود را به مرحله‌های نهایی هموار سازد. چگونه که قبلا گفتیم این رشته ورزش شامل بازی‌های المپی بوده. دایر کردن بیشتر مسابقه‌های داخلی می‌تواند به کسبیت ورزشکاران تأثیر بزرگ رساند. چنانه که مسئولین میگویند این حال رقابت پذیری در کشور خیلی زیاد است. از همه منطقه ها ورزشکاران خوب هست. امروز
مخصوص خیلی شهر دوشنبه همچون پایتخت فرق میکنه، لیکن از هر ناحیه از هر منطقه ها ورزشکاران خوب حاضر برای کار آماده ایستادن و ما باور داریم که در آینده سطح ورزش نمود تکواندو وته را به بلند میبردن و تاجیکستان در عرصه جهانی معرفی می‌نمایند. شودی سعیدов اساسگذار تکواندو وته امروز در بستر بیماری است. او را همسبقان و دوستان به مکان برگزاری مسابقه آوردند و از این اقدام خیلی روح بلند گردیده اشک شودی ریخت. اگر توجه کنیم به مهمیت این مسابقه، واقعا برای نورسان از همه جهت مهم و سروقتی است، چرا که اولین قدم های خود را تکواندوچیان نوکار در چنین مسابقه ها میگذارند و با راه و روش مسابقه ها آشنا میشوند. این تالار ورزشی که امکانیت خوبی برگزاری مسابقه ها را دارد، سال 2019 با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان افتتاح گردیده بود و همکنون مسئولین ورزش ناحیه فیض‌آباد از امکانیت‌های به دست آمده استفاده کرده چنین مسابقه ها را راه اندازی می‌کنند. بسیار سالی خاطرمان و بابرار برای ناحیه فیض‌آباد بود، زیرا در این سال در ناحیه فیض‌آباد 12 مسابقه جمهوریوی دایر گردید. از این 12 مسابقه جمهوریوی 5 مسابقه تحت سرپرستی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد برای قدردانی زحمت‌های همون فرزندانی که در واقع در رشد و نموی ورزش کسبی سهم گذاشتند، برای گرامی داشت خاطره اینه که برای ارزگذاری به زحمت‌های اونها تشکیل و برگزار کرده شد و اینچنین 7 مسابقه جمهوریوی دیگر از حساب کمیته کار با جوانان و ورزش دایر گردید. البته سبب در سال جاری زیاد دایر شدن مسابقه آن است که ناحیه فیض‌آباد با شرافت صاحب استقلالی کشور و دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان انفراساختار ضروری ساحه ورزش بنیاد گردیدند و طوری که خود شاهد هستید در بنای ورزشگاه مرکزی و تالار ورزشی که سال 2019 با اشتراک به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت افتتاح گردید، شرایط امکانیت‌های برگزاری مسابقه‌های سطح جمهوریوی 100% مهیا است. سرکرده از جای خواب، یعنی مهمانخانه برای ورزشگران 120 جای، آشخانه برای 60 نفر در یک وقت و تالار ورزشی با 520 جای نشست که مطابق به طلبات زمان امروز است بنیاد شده است و این مسابقات در همین شرایط دایر گردیده است. با چشم خود دیدم که مربیان تمام جمهوری خیلی کوشش و تلاش کردند که شاگردان خود را آماده کرده در این مسابقه خیلی جالب برآمد کرده ایستادند. مربیان نمود تکواندو کوشش میکنیم که این رشته ورزش تکواندو رو
мо ба сатҳи баланд бардорем ва сатҳи касби варзишгарони ҷумҳуриро боз ҳам хубтару беҳтар кунем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ тоҷикистони азизамонро муаррифӣ кунанд. идрис ва омина бародару хоҳар ҳастанд. онҳо аз ноҳияи файзобод мебошанд ва аллакай дар мусобиқаҳо чандин маротиба ширкат намуданд ва имрӯз бисёр мехоҳанд ки дар майдони худашон муваффақ шаванд. این مسابقه در ناحیه ما برگزار شده است و برای همین من با خواهرم کوشش میکنیم که سزاوار جای اول شویم و من 14 مدال دارم، خواهرم 2 مدال دارد، من 5 تا جای یکم دارم و امروز میخواهم که 6مین مدال طلا را به دست آورم. من 2 مدال دارم، 1 تا جای دوم، جای سوم. امروز آمدم که سزاوار جای اول شوم، با سری بلند به خونمون گردم. ما مشق زیاد کردیم که گفته‌های مربیمون را اجرا کنیم و سزاوار جای اول گردیم. من از دسته دوشنبه یک هستم و من این روز در این مسابقه در وزن 41 کیلو برآمد کردم. متاسفانه سزاوار جای نگشتم و من راه افتاده نیستم، چون که من در مسابقه که در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود، مسابقه جمهوری، در آن سزاوار جای اول گشتم و ناگفته نماند 1 هفته یا 2 هفته پیش من در شهر کلاب نیز در وزن 40 کیلو سزاوار جای اول گشتم و من خرسندم که چون این مسابقه ها زیاد می شود و تجربه ما را قوی می سازد. خیلی خوب میدونیم که در رشته تکواندو شماره زیادی دختران مشق‌ورزی میکنند و پیوسته آنها در مسابقه‌های هم داخلی هم سطحی بین‌المللی کشور ما را نمایندگی میکنند. در میدان امروزه نیز تلاش و هنرنمایی دختران خیلی زیاد بود. فکر من این است که ما نیز دختران افتخار میکنیم که پرچم وطن خود را بالا میبرداریم. همان آدمانی که این مسابقه را تشکیل کردند تشکر زیاد میگویم که ما تونستیم در این مسابقه شرکت بریم. خوشبختانه من فخر میکنم که از دور اول گذشتم در وزن 49 کیلوگرم و نیز امیدوارم که در دور دوم هم نیز رقیب خود را مغلوب میدهم و سزاوار جای اول را میگردم. شورای جمهوری دیدم و وزارت کار داخلی در رشته‌های گوناگون مختلف ورزش تمرین می‌نمایند و در مسابقه‌های سطح شهری و جمهوری اشتراک می‌نمایند. امروز باشد از ورزشگران شورای جمهوری دیدم در مسابقه جمهوری تاجیکستان با تکواندو بین جوانان و نورسان زیاده از 17 ورزشگر اشتراک می‌نماید که اکثریت آنها
бозиҳои финалӣ рохат гирифтанд. Умедвор ҳастем ки варзишгарони мо дар ин мусобиқа ҷойҳои намоён ишғол менамоянд ва дар мусобиқаҳои шӯрои ҳамоҳангсозии ҷамъиятҳои динамо ва мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ обрӯи нуфузи ҷумҳуриямо баланд мебаранд. то ҷое иттилоъ гирифтем, талошҳои роҳбарияти мактаби варзишии ноҳияи Файзобод ҷиҳати мизбонӣ кардани чунин мусобиқаҳо дар он аст ки ба ҳамин восита таҷрибаи дастпарваронашонро баланд бардоранд. имрӯз теквандочиёни ноҳияи Файзобод дар қатори дигари иштирокчиён барои нишонҳои ифтихорӣ талош намуданд. من امروز در مسابقه جمهوری اوید به تکواندو WT اشتراک کردم که در رقابت فینالی از رقیب خویش از حصار بود که مغلوب شدم. من فکر میکنم که در فینال اعصاب قوا شکست خوردم و در آینده کوشش میکنم که این خطایم رو اصلاح کرده باز هم اشتراک کرده سزاوار جای اول گردم. پیشتر ما می‌دانستیم که مسابقه جمهوری در ناحیه ما برگزار می‌گردد و ما با مربیمون تمرین‌ها خیلی هم زیاد پرقوت کرده. امروز با مقصد جای اول به میدان وارد شدیم اما متاسفانه شکست خوردم و با در آینده باز هم کوشش میکنم که با مربیان و با دوستانم تمرین‌ها رو خیلی مستحکم کرده جای سرزور جای اول گردم. намуди таеквондо дар Тоҷикистон бисёр як намуди дӯстдоштатарин ҳам гӯем хато намешавад ба ҳисоб меравад ва дар ноҳияи Файзобод низ 4 сол мешавад мо дар назди муассиса гурӯҳи таеквондо ифтитоҳ намудем. дар он як нафар мураббӣ ба машқварзон дарс мегӯяд, машқу тамрин медиҳад ва имрӯз наздики 150 нафар дар гурӯҳҳои асосӣ ва захиравӣ яъне ки ба машқи тамрин машғул ҳастанд ва мактаби ки поягузори ана ҳамин намуда дар ноҳия зинда намуданд ва дар соли ҷорӣ 152 нафар аз ноҳияи Файзобод дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуданд. аз ин бисёр натиҷаҳои баланд ба даст омада, аз ҷумла 27 медали тилло, 32 медали нақра ва 43 медали биринҷӣ аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, мусобиқаҳои кушоди ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ ба хазинаи ноҳия ворид гардид. аз рафти қуввозумоии наврасон дида мешуд ки аллакай дар чунин синни сол онҳо аз нозикҳои риштаи теквондо ба хубе огаҳ буда усулҳои онро ба таври даркорӣ иҷро мекунанд. рақобатҳои ниманиҳоӣ ва ниҳоӣ хеле диданӣ сурат гирифт. маълум буд ки наврасон пеш аз иштирок дар ин мусобиқа худро ба таври даркорӣ омода карданд ва баъдан озими майдон шуданд. پیش از مسابقه خیلی تیاری دیده بودیم. بعد ما با مسابقه سفربر شدیم. من از دسته دیناموی وزارت کارهای داخلی هستم. من در وزن 37 کیلو با فینال برآمدم که من باز کوشش میکنم که در فینال جای سزاوار جای اول را گیرم. در دینامو همه شرایط مهیا است. ما فقط مشق میکنیم و در مسابقه اشتراک میکنیم. میدانم که کسی مشق تمرین خوب میکنه و مقصدهای خود میرسد و من سخداد امرود ورزشگری از شهر ایسار تخمینا ما یک ماه مشق تمرین خود رو خیلی زیاد کرده و تیاری به این مسابقه بودیم و خوشبختانه امروز من در این مسابقه سزاوار جای یکم گشتم. آن مشقایی که در زل تمرین میکنند و در اینجا آمده خودم رو نشون میدم که تا اینکه مسابقه ها بسیارتر شد ما رو با مسابقه های سطح جهانی و بین المللی سفربر کنند. این نتیجه امروز در این مسابقه نشان دادم. میخوان در بیرون از کشور این نتیجه رو تکرار کنند. дар ҷамъбасти мусобиқа беҳтаринҳои ҳар вазн муайян гардида бо медалу ифтихорномаҳо қадршиносӣ шуданд. баргузории чунин мусобиқаҳо агар аз як тараф барои таҷриба гирифтани наврасон мусоидат кунад, аз ҷониби дигар ба оммавияти теквондо ВТ дар кишвар таъсири бузург мерасонад. зеро мусобиқаи имрӯза бори дигар нишон дод ки дӯстдорону ҳаводорони ин риштаи олимпӣ дар Тоҷикистон хеле зиёд буда
дар баргузории чунин мусобиқаҳо фаъолона ширкат меварзанду касбияти худро баланд мебардоранд. чегунае ки масъулини варзиши ноҳияи Файзобод мегӯянд, солҳои баъдӣ низ чунин мусобиқаҳоро дар сатҳу сифати баланд ташкил намуда шумораи дастаҳои иштирокчиро бештар мекунанд. боварӣ дорем ки он варзишгарони наврасу ҷавоне ки имрӯз дар ин мусобиқа бо маҳорати баланд ҳунарнамоӣ карданду мақомҳои ифтихориро соҳиб шуданд, метавонанд дар оянда аз мусобиқаҳои сатҳи осиёву ҷаҳон ба хазинаи дастовардҳои варзиши меҳан медалу нишонҳои зиёдро ворид кунанд.